یا هلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با شما هستم دوستان عزیز، من حسن الدین از دبی و امروز ابزار ما خیلی که بسیار منتظر بودن درباره کامری 2020-2021 خیلی که میبینید و حاضر باشد درباره ابزار و نمونه های آنها چه خیلی هستند و قیمت های آنها رو گفته میگذاریم. هواداران ماشین و هواداران تویوتا کامری خیلی که فهمیدید امروز صحبت ما درباره کامری سال 2020 سال 2021. اما در دبی این خیلی نامگیری نمیکنن، کامری 4 کامری 3 کامری 5 خیلی نامگیری نمیکنن، ما همچون با مدلش میشناسیم. الان این ماشینی که ما قرار داریم، این ماشین از همه فول آپشن فرش کامری است یا کامری سال 2020 3.5 6 سیلندر 6 سیلندر 35 و همه چی داره در اینجا، لوک، نویگیشن، مانیتور، مولتی رول، کروز کنترل، پوش استارت، اس ای، کلیمت کنترل، برای اینکه اون اودیوش کلیمت کنترل نداره. و عموما این ماشینا با کاژن سالانش با هم میکس میاد، میکس یعنی با سرخ و سیاه عرارش میکنن و این ماشین باشد این روزه نرخش 113,500 درهمی اماراتی، 113,500 درهمی اماراتی می باشد. حاضر باشد من به شما به پررگی این اپسیه و دیگه اپسیهاش برای شما دوستان نشان میدم. امروز باشد ما فقط تنها 3 اپسیه ها، 3 نمودی کامری های 5 یا کامری های سال 2020 نشان میدم، لیکن کامری ها هم باز هم نمودی های زیادتر دارن، تقریبا 5-6 اپشن ها، لیکن فقط ما کارت که یک 3 نمودش برای شما نشان میدم و چین نمونه اپسیه هاش و نرخ‌های آنها برای شما. 3.5 کامری 6 سیلندر 35 و این در چی فرق میکنه؟ دیسکاش مثل و دیسکای 17 دیسکای 18 کلون و شکلی دیزاین دیسکاش هم رنگاش هم دیگه هست و عموما شکل بیرونی بامپرها، یوبکه ها، پهلو، پیش و عقب فرق میکند. خیلی که میبینید رشادک های پیش و نمودی پیش و عقبش هم فرق میکند. 3.5 ببینیم از عقب و حتی این چیزا میبینید در 3.5 مانند سپویلر و کیتای عقب خیلی که میبینید و این حتی گروشیترا برای اینکه سپورتیونی هست، سپورت ادیشن اس کامری اس ای، میبینید کامری اس ای V6 در فرق میکنه و میبینید خیلی که از دو طرف سپورتیو نیست، اینا میاد برای اینکه کامری های عادی خیلی که میبینید کامری های عادی اینا نداره. این کامری های عادی فقط یک گلوشیتر داره، این باشد 4 گلوشیتر برای اینکه این 3.5 این چی فول است. بیاید ببینیم داخلش. کامری های 3.5 فول میبود، کاژه های خیلی خوشرو و زیبا، بیچاره میبود میکس با چارن کراسنی، یعنی چی میکنن مخالطه میکنن، عرالش میکنن با یک کاژه با کاژه سیاه و سرخ. خیلی که میبینید در این گرشی پروگی هم هست، در اوناش نبود و اینجا میکس کردن با کاژه سرخ با جای سیاه، دیرواش هم دیروایی تماما دیگه خیلی است و این با فرق این هم دارد لوک، این دارد نویگیشن، اون 2.5 فقط چی داشت مانیتور داشت با کامری عقب، این دارد نویگیشن و کامera یا مانیتوری تماما دیگه خیلی دارد و دیگه چیزاش همین است. ماشین کامری، این ماشینا خیلی که گفته شد سالش 2020 ماشینای نو، این باشد یکمین اپسی کامری از همه پسترینش، یعنی بیسیک اپشن است. 2.5 2.5 4 سیلندره، خیلی که میبینید بامپرهای پیشش میبید عادی و در اینجا دیسکا ندارن، رینگ های بیسیک الوی ویلز. بیاید میبینیم داخلش.
اینجا پاور ویندو، آینه ها همش پاور دارن، الکتریکی هستن. سیدینی های پیش پسنجر درایور سیت هم مانوال عادی هستن، برای اینکه این از همه اپسی عادی است. مخمل سیدینی های هم عادی است، لیکن پیشتر کامری ها وقتی که بیسیک می اومد مولتی رول نمی اومد. حاضر چه خیلی میبینید مولتی رولش هست، گرچه که این از همه پرستو واریانتش هست. در اینجا کلیتو سمارت کی دارن، سمارت کی. اینجا من میخوام اسکورس است. در اینجا شاشه ندارد، مانیتور ندارد، سی دی چنجر و چه که میبینید کاندیشنری عادی، کلیمت کنترل ندارد. اینجا پادلاکوتنیکوی چه که میشن و لوک هم ندارد، لیکن پیشتر رو در کامری های بیسیک نمی اومدن دریوانی سالن. اینجا دریوانی سالن های خاص دارد، چه که میبینید. هواداران ماشین های کامری چه خیلی که دیدن این ماشین 2.4 سیلندره، 4 سیلندره، یعنی 2.5 2.5 لیتره از همه بیسیک اپشنش و نرخ این امروزا باشد 73,500 درهمی اماراتی می باشد. بیا دوستان میبینیم اکنون 2.5 از همه اپسی بلندش پانل کامپیوتری 2.5 خیلی میبید. تا کامری GLE بیاد از یکتش رو میبینیم در اینجا نشم همون GLE کامری. تا کامری خیلی که میبینید اینم ماننده همون است، فقط فرقیت از 2.5 عادی از بیسیک دیسکوی لیتی هستن، دیسکوی لیتی و در داخلش چه خیلی که میبینید این فرقیت اینجا الکتریک سیت، یعنی سیدینی های الکتریکی که دارد و دیگه چیزایی که در اون 2.5 ساده عادی داشته بود دارد. فقط فرقیت با یکی فرقیت دیگه اینجا نویگیشن دارد، مانیتور با زدن کامera با هم فرقیت دارد. در اینجا کلیمت کنترل AC عادی، کاندیشنر عادی، کلیمت کنترل داره، اون دریور که هم داشته بود دارد. اینجاش هم مثل چی اون بیسیک مخمل است، یعنی عادی هست. خیلی میبینید اینجا اونش هم داون بیسیک هم یک شده میشود برای قهوه نوشی و باید فرقیت دیگه در این لوک دارد. و این کامری 2.5 فول اپشن پانل کامپیوتری 2.5 4 سیلندره، نرخ امروزش 93,500 درهمی اماراتی می باشد. دوستان عزیز، الان شما این ویدیو را تماشا کردید، فقط از شما یک خواهشی بی‌طرف نباشید. وقتی که ویدیو را تماشا میکنید برای ترغیب و تشویق کردن این کانال من فقط لایک، یا فقط اگر معقول نشده باشه فرق نداره دیسلایک هم مونید، لایک مونید، کامنتر نویسید یگان. حتما در کامنتر مثلا تعریف و لطف زدن شرط نیست. عموما چی پذیرسه چی فکری که نداشته باشید در پایان ویدیو نوشته کنید و با دوستان و شناس ها این ویدیو را شیر و دیلیت کنید. و اگر چنل من عموما درباره ماشین ها عموما درباره دبی به شما پسند باشد سابسکرایب و پسند کنید که برای منم این خیلی چی میشد موتیواسیون میشد برای کردن آینده ویدیوها. در اینجا باشد ویدیو امروزه درباره کامری های 2020 با آخر میرسانم. در پناه خدا باشید و مع السلامه.